سلام دوستان تاپلیس ایران. موزیک ویدیو نه تنها آهنگو زنده میکنن بلکه میتونن فرهنگ سازم باشن. تو این ویدیو اومدیم 10 تا از بهترین موزیک ویدیوهایی که بیشترین بازدید و تاثیر هنری رو داشتن رو به شما معرفی بکنیم. برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستای گلم. شماره 10 موزیک آپتاون فانک از مارک رونسون و برونو مارس. این موزیک ویدیو در سال 2014 پخش شد و جالبی که هزینه ساخت این موزیک ویدیو کمتر از $300,000 بود، اما با موفقیت‌های زیادی همراه شد. این اثر در سال 2016 موفق به دریافت گرمی شد. در این موزیک ویدیو بیش از 50 بازیگر حضور داشتند و برونو مارس در طول فیلمبرداری بیش از 100 لباس عوض کرد تا تنوع بصری رو ایجاد کنه. این موزیک ویدیو در نیو اورلان با حضور نوازندگان خیابانی محلی فیلمبرداری شد تا بتونه حس واقعی شهری رو منتقل بکنه. این موزیک ویدیو با الهام از دهه 80 میلادی بیش از 5 میلیارد بازدید داشتش. بریم سراغ شماره 9 آهنگ گنگنام استایل از PSY. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일. این موزیک ویدیو در سال 2012 انتشار یافت. این موزیک ویدیو به خاطر رقص داخل اون معروف شد و جالب اینه که طراحی این رقص توسط یه مربی اسب ابداع شد. از این موزیک ویدیو در سراسر جهان بیش از 400 پارودی ساخته شد. این ویدیو اولین اثری بودش که بازدیدش از محدودیت 2.1 میلیارد یوتیوب عبور کرد. شماره 8 موزیک See You Again از ویز خلیفه و چارلی پوت. این موزیک ویدیو در سال 2015 منتشر شد و به سرعت به 1 میلیارد بازدید رسید. چارلی پوت پس از شنیدن خبر مرگ پل واکر این آهنگ رو در 10 دقیقه نوشت و در حال حاضر بیش از 6 میلیارد رکورد بازدید داره. این موزیک ویدیو شامل تصاویر فیلم سری و خشنه با بازی پل واکر فقیه. درآمد حاصل از آهنگ رو به خیریه‌های مرتبط با رانندگی ایمن اهدا کردن. این موزیک ویدیو با حضور خانواده واکر فیلم برداری شد که لحظات احساسی زیادی رو ثبت کرد. شماره 7 Shape of You از اد شیرن. اد شیرن در ویدیو به عنوان بوکسور ظاهر شد و برای این نقش تمرینات واقعی زیادی را انجام داد. این ویدیو با بیش از 6 میلیارد بازدید یکی از پرفروش‌ترین آهنگ‌های تاریخه. اد شیرن تونستش با این آهنگ گرمی سال 2017 رو دریافت کنه. صحنه‌های رقص این ویدیو توسط یک طراح حرفه‌ای رقص که با بیانس کار کرده بوده طراحی شده. شماره 6 آهنگ دسپاسیتو از لوئیس فونسی و ددی یانکی. آهنگ لاتین رقصی که بیش از 8 میلیارد بازدید داشت. Quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
ویدیو در خیابان‌های سن خوان پورتوریکو با بودجه محدودی فیلم برداری شد و رکورددار آهنگ غیر انگلیسی زبانه. این آهنگ در بیش از 50 کشور به رتبه اول لیست ها در زمان انتشارش رسید. این ویدیو فرهنگ پورتوریکو رو با رقص و موسیقی محلی به نمایش گذاشته. شماره 5 آهنگ تریلر از مایکل جکسون. این موزیک ویدیو در سال 1983 منتشر شد و در اون زمان بیش از 700 میلیون بازدید داشت و طولانی ترین موزیک ویدیو اون زمان بود. این ویدیو با کارگردانی جان لندیس به عنوان یک فیلم کوتاه 14 دقیقه‌ای ساخته شد که استانداردهای جدیدی رو ایجاد کرد. توی این موزیک ویدیو بیش از 100 رقصنده با ظاهر زامبی حضور داشتن. هزینه ساخت این ویدیو بیش از حدود $500,000 بود که تو اون زمان بسیار زیاد بود. مایکل جکسون تو این ویدیو از گریم و پروتز برای تغییر چهره استفاده کرد که ترسناک به نظر برسه. شماره 4 آهنگ بوهمین رپسودی از کوین. این موزیک ویدیو در سال 1975 منتشر شد. بازدید این موزیک ویدیو بیش از 1.8 میلیارده. این ویدیو با انیمیشن دستساز و اجرای زنده توی استودیو فیلم برداری شده. طول این موزیک ویدیو 6 دقیقه است و در اون زمان غیر معمول بود و بیشتر شبکه‌ها ابتدا اون رو رد کردن. شماره 3 آهنگ Smells Like Teen Spirit از نیروانا. این موزیک ویدیو در سال 1991 منتشر شد و بیش از 1.5 میلیارد بازدید داشت. صحنه‌های شلوغ و بی‌نظم اون به طور عمدی طراحی شده بود و شورش نسل ایکس رو نشون بده. و جالب این که گروهی از دانش آموزان محلی برای پر کردن سالن اومده بودن تا حس واقعی بودن رو در موزیک ویدیو القا بکنن. این موزیک ویدیو با بودجه کم $45,000 ساخته شد، اما جنبشگر یک نسل بود. شماره 2 آهنگ بیلی جین از مایکل جکسون. ویدیو اولی موزیک ویدیو یک سیاه پوست بود که در شبکه MTV پخش شد. این موزیک ویدیو در سال 1983 پخش شد و در اون زمان بیش از 1.2 میلیارد بازدید داشت. مایکل در این ویدیو از یک کلاه فدورا استفاده کرد که بعداً امضای کار اون شد. رقص نور ماه مایکل جکسون در این ویدیو به طور اتفاقی خلق شد و بعد از تمرین‌های متفاوت در کنسرت‌های زیادی اجرا کرد. میرسیم به شماره 1 آهنگ نوامبر رین از گانز ان روزز. داستانی عاشقانه با اجرای سینمایی و سبک راک. این موزیک ویدیو طولانی ترین موزیک ویدیو موفقه با بیش از 2.1 میلیارد بازدید. این موزیک ویدیو 9 دقیقه‌ای برابری میکنه با یک فیلم کوتاه. هزینه تولید این موزیک ویدیو بیش از 1.5 میلیارد دلار بود. این موزیک ویدیو توسط بازیگران حرفه‌ای اجرا شد تا عمق احساسی رو به بیننده القا کنه. این لیستمون هم به پایان رسید دوستان گلم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره دوستای عزیزم و به ما کامنت کنید که لیست کدوم موضوعاتو بیشتر دوست دارید.